خب عزیزانم نگاه کنید، من اینو بافتم به این اندازه. خب و این شد. ببین عرض این کیف، ببین اینجا بدنه کیف هست، ببینید عرض این کیف حدود 18 سانت شده و طولش هم ببینید عزیزان، طولش هم حدود 41 سانت، 41 تا 42 سانت. ببینید من از اینجا که اندازه گرفتم تا اینجا حدود 41 سانت. حالا کیف ما باید به این صورت بشه. ببینید به این صورت تا میخوره رو هم. حالا میخوایم کنارهای کیفا ببافیم. قبل از کنارهای کیف ما باید دور گیری کنیم. یه دور، این دور این کیفا، دور این بدنه کیفا. ببینید اینجا که ما دیگه این دونه آخری رو زدیم، اینو میشکافیم، بعد میایم این دونه آخری رو پای کوتاه میزنیم به این صورت. حالا یه دونه پای کوتاه دیگه هم همینجا میزنیم. گوشه ها رو ما باید 2 تا پای کوتاه بزنیم، 2 تا پای کوتاه. حالا دور میزنیم. ما دور تا دور این کارا میخوایم پای کوتاه بزنیم. ببینید این پایه هایی که اینجا هستن، این یه دونه پایه را میگیریم، یه پای کوتاه میزنیم. بعد از اینکه این گوشه را 2 تا پای کوتاه زدیم، این یه دونه را یکی میزنیم، بعد میایم اینا را میگیریم. ببینید یه پای کوتاه میزنیم. یه دونه از این پایه ها تکی هستش، یه دونش ببینید جفته، این دونه های جفته. اینا همه را پای کوتاه میزنیم تا دور تا دور کارمون. ببینید این یه دونه تکی که اینجا هستش، این نخ تکی که اینجا داریم میگیریم و یه پای کوتاه میبافیم. بعد این 2 تا پای، این 2 تایی که گندمی که اینجا هستش هم میگیریم. ببینید اینا رو میگیریم و یه پای کوتاه میبافیم. دوباره بعدی ها میگیریم یه پای کوتاه میبافیم. 2 تایی ها رو میگیریم یه پای کوتاه. اینا به این صورت پای کوتاه میبافیم تا این گوشه کار. به گوشه کار که رسیدیم، گوشه کارا این قسمت 2 تا پای کوتاه میزنیم، دوباره دور میزنیم تا این قسمت، این گوشه این طرفی هم 2 تا پای کوتاه میزنیم، دور تا دور کارا میبافیم تا برسیم به این قسمت. حالا دوستان نگاه کنید، من اینو بافتم تا این قسمت. این دونه آخری را که زدم نخا میکشم و نخا قیچی میکنم. خب بعد که این نخا قیچی کردم، میام چیکار میکنم؟ این نخا بندازم داخل این. ببینید این نخا میندازم داخل این سوزن پلاستیک. بعد اینو ببینید دوستان میارم داخل این گندمی، اینجا دور این گندمی و به این صورت. خب بعد میارم داخل این گندمی، از اینجا در میارم که این گوشه هم خودش بشه یه دونه از همین گندمی ها، گوشه کامل بشه. ببینید به این صورت. حالا میام این نخ اضافه را پشت کار، لابلای این نخ های پشت کار مخفی میکنم. اینا به این صورت
کاملش کنیم. حالا میخوایم ببینید این دیگه به این صورت تا میشه. ببینید این به این صورت تا میخوره و میاد روی کیف. حالا ما میخوایم برای کناره های کیف ببافیم. پس اینو میذاریم کنار، نخا برمیداریم و ببینید به این صورت 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا زنجیره میزنم. یه زنجیره هم برای بلندی پایه و از اینجا شروع میکنم. میام داخل این زنجیره اولی. ببینید از گندمی اولی رو نمیبافیم، از گندمی دومی اولی رو پایه بست میزنیم، نخ میگیریم سر قلاب، دومی رو پایه متوسط، سومی رو پایه بست، چهارمی رو پایه متوسط، پنجمی رو پایه بست و ششمی رو پایه متوسط میبافم. یه زنجیره میزنم، کارا برمیگردونم. حالا ما باید دوباره همین 6 تا پایه رو ببافیم. پایه اولی را پایه بست، پایه دومی را پایه متوسط، سومی را پایه بست، چهارمی پایه متوسط، پایه بست و متوسط. این پایه آخری رو فراموش نکنید. خب حالا میریم برای رج بعدی و اینا به اندازه بلندی این قسمت میبافیم. اولی پایه بست، دومی پایه متوسط، پایه بست، پایه متوسط، پایه بست، پایه متوسط. ببخشید. خب اینو ببافید. اینا یه مقداری ببافین تا این اندازه بشه تا بگم رجش چقدر شد. خب ببینید عزیزان من اینقدر بافتم. ببینید 2 4 6 8 10 12 14 16 18 و 20 رج. 20 رج اینا بافتم. حالا شما نسبت به اون کاموایی که میبافین که ظریف‌تر باشه، کلوفتر باشه، هر اندازه که میخواین. ببینید این رویه کیفتون، ببینید بعضیا دوست دارن این رویه را بیشتر بیارن پایین به این صورت، بعضیا دوست دارن نه این قسمتش بیشتر باشه، اینی که میاد روش کمتر باشه، که من ترجیح میدم اینجوری باشه. اندازه میزنید. ببینید اینا باز میذاری، اینا از این قسمت اندازه میزنید تقریبی تا اینجا. بعد ببینید چقدر باید ببافین. اینا این به این صورت وصل میشه به این کناره کیف. و الان که ما این اندازه رو بافتیم، ما باید دوباره دور تا دور این کارا دورگیری کنیم و پای کوتاه ببافیم. پس میایم دونه آخری را میشکافم و این قسمت را یه پای کوتاه میزنم، یه پای کوتاه دیگه هم همین گوشه میزنم و دورگیری میکنم با پایه کوتاه. میایم بعدی رم یه دونه به همین صورت که اینو دورگیری کردیم این قسمت هم دورگیری میکنیم. ما از این کناره کیف 2 تا نیاز داریم. 2 تا همین قدی ببافین. بیاین تا من طریقه وصل کردنشون رو بهتون یاد میدم. خب ببینید عزیزان من این بدنه کیف رو آماده کردم. اینم از 2 تا کناره های کیف. این یکی ها که بافتم این نخش رو یکم بلندتر قیچی کردم و حالا میخوام با همین ببینید این 2 تا الان میخوام اینو متصلش کنم به کیف. پس این کیف رو میارم جلو. ببینید دوستان خوبم به این صورت متصل میکنیم که ببینید این گوشه کیف ها میذارم روی این گوشه کیف. این الان متصله به اینجا.
بعد میام این گوشه، این دونه‌ای که این گوشه هست گندمی کیف، ببینید به این صورت از زیر اینا رد میکنم. اینا به این صورت به اینجا وصلش میکنم. بعد میام ببینید از اینجا تابش میدم میارم از روی کار، ببینید این گندمی بعدی رو میگیرم از روبرو، هم از زیر گندمی روبرو رو میگیرم و به این صورت اینا رو به هم متصل میکنم. خب حالا تابش میدم، دوباره میام گندمی بعدی از روبرو، هم گندمی بعدی و به این صورت یکم میکشیم که محکم تر باشه. دوباره اینا میندازم روی نخ. این گندمی که اینا داره میام گندمی بعدی به این صورت و از داخل گندمی روبرو به بدن هم اینا به این صورت متصل میکنم. دوباره دور تا دور اینو متصل میکنیم به بدنه کیف. به این صورت میایم تا این قسمت، اینم به این صورت متصل میکنیم. من تا اینجا متصل میکنم، میام یه نکته داره براتون میگم. خب ببینید دوستان گلم، من رسیدم این گوشه، این دونه ای که این گوشه هستش یه بار که گرفتم، یه بار دیگه هم از همین جا میگیرم و روی دونه بعدی میبافم به این صورت. خب حالا اینا به این صورت و همینجور ادامه میدم تا آخرش. دونه بعدی، اینجا هم دونه بعدی و این میدوزم. دوستان خوبم، اینو به همین صورت متصلش کنید تا بیاد به این قسمت. اینو به همین صورت متصلش کنید. خب ببینید دوستان، من اینو به این صورت متصل کردم، رسیدم به آخرش و آخر این بافتا آخرش رو میارم و داخل بافت مخفی میکنم، درست مثل تنه کاری که انجامش دادیم، تنه کیف. اینو داخل بافت مخفی میکنم. و اضافه کارم قیچی میکنم. خب ببینید به این صورت شد. خب حالا این قسمت این طرفی رو به این قسمت این طرف کیف متصل میکنم. اینم بغل این ور به همین صورتی که اینجا دوختیم، اینم به این طرفش میدوزیم. خب ببینید عزیزان، من این دو طرف این کیفا به هم دیگه وصل کردم و به این صورت شد. حالا میخوایم این
یه بندی بزنیم به این کیف و بعدش هم این قسمت رو متصل کنیم. ببینید از این گیره ها هستن که گیره های آماده به این صورت. اینا این قسمتش رو باز میکنیم و وسط اینجا رو پیدا میکنیم و اینا به این صورت. ببینید حالا فرض بگیریم اینجا وسط این کار هست، اینا به این قسمت متصل میکنیم و بعد میام اینجا. ببینید اینا اینم نشونه میذاریم و اینا این قسمت. ببینید اینجا خودشون گیره دارن، به اینجاها گیره دارن. خب اینا به این صورت اینجا میبریم داخل کار. و اینا به اینجا متصلش میکنیم. خب اینم از گیره کار. خب حالا میتونید این قسمت هم یه بندی برای این کیف ببافید. این کیف دیگه آماده هست. ببینید هم جا داره هم راحته. حالا بریم برای بند کیف. یه بندی هم برای این کیف خوشگل ببافیم. خب برای بافت بند کیف یه دونه از این قلابا رو برمیداریم، از اینایی که به کیف متصل میشه و میایم به این صورت این نخا برمیداریم. اول یه دونه گره میزنیم روش، بعد متصل میکنیم به این قلابایی که به کیف آویزون میشن. 5 تا پای کوتاه داخل این میزنیم. 1 2 3 4 و 5 تا. 5 تا پای کوتاه میزنیم، یه زنجیره برمیگردیم و 5 تا پای کوتاه دیگه رو دوباره میبافیم. 1 2 3 4 و 5. یه زنجیره میزنیم، دوباره برمیگردیم. 1 2 3 4 5. خب حالا یه زنجیره میزنیم، برمیگردیم. 1 2 3 تا پای کوتاه را که زدیم برمیگردیم از اینجا. ببینید دوستان از اینجا، از رج قبلی، از گندمی رج قبلی، از پایه اولی، از اینجا یه دونه نخ میکشیم و اینو به صورت پای کوتاه میبافیم. یه دونه را رها میکنیم، دونه آخری رو پای کوتاه میزنیم. یه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. 1 2 3 تا پای کوتاه را میبافیم. دوباره برمیگردیم از رج قبلی. ببینید این رج نه، از رج قبلی، از پایه اولی یه پایه میگیریم و پای کوتاه میزنیم. یه دونه رها میکنیم، دونه بعدی پای کوتاه. یه زنجیره میزنیم، کارا برمیگردونیم. دوباره 1 2 3 تا پایه میزنیم، دوباره برمیگردیم از اینجا. ببینید
یه پایه را رد میکنیم پایه بعدی و اینا به اندازه بلندی بند کیف میبافیم. دوستان گلم ببینید من این بند کیفم بافتم به این شکل. ببینید خب اینا به این شکل بافتم و اینا به این صورت. ببینید این الان کیفمون هست. میایم از این بغل ببینید میتونید یه حلقه اینجا اضافه کنید، میتونید هم همینجوری. ببینید من اینا اینطوری به این صورت از این دونه اولی میگیرم، اینا رد میکنم. ببینید اینا میندازم به این صورت داخل قلاب و میام دوباره اینا جمع میکنم و از این طرف اینا میچرخونم از دونه اولی باز دوباره اینا رد میکنم. ببینید از دونه اول اینا به این صورت. ببینید یکم سخت. اینجوری به این صورت. ببینید اینا به این صورت انداختم داخل کیف. اینجا باید یه ذره جمع بشه به این صورت. طرف مقابلش هم همینطوری میندازیم داخل کیف و این کیفمون دیگه آماده است. اینم از این کیف خوشگل و زیبا. این طرف هم رسم میکنیم و اینم از این کیف زیبا. امیدوارم از این آموزش هم خوشتون اومده باشه و تا یه آموزش دیگه خدا نگهدارتون.